سلام سلام، خیلی خوش اومدین به ویدیوی دوم من توی کانالم. موضوع این قسمت رو همونجور که توی دیسکریپشن میتونیم ببینین اینه که کاش یکی به من گفته بود که قبل از بارداری چه چیزایی باید مد نظر بگیرم، باید به چه چیزایی فکر کنم که متاسفانه من کسی رو نداشتم و این یاد گرفتن این 5 تا نکته تقریبا 3 سال طول کشید تا من میدونم و بعد از اینکه به نتیجهش رسیدم هی به خودم میگفتم که کاش قبل از بارداری این کار کرده بودم. اول آمادگی جسمیه و اولین قدم برای این کار به نظر من این پیدا کردن یه دکتر خوبه. اگه توی ایران یا افغانستان زندگی میکنین حتما یه دونه دکتر خوب پیدا کنید، یه دکتر که متخصص زنان باشه. حتما اگه بیماری چیزی دارین مثل عفونت دارین یا قند خون دارین، فشار خون دارین، فیبروم، اگه اینا رو دارین حتما اول اینا رو درمان کنین، کنترلش بکنین، بعد اقدام به بارداری بکنین. چرا اینو میگم؟ چون توی بارداری ازتون 2 تا تست قند میگیرن. قند اگه داشته باشید از گذشته، قندتون ممکنه خیلی بالاتر بره و اون قند باعث بیماری‌های مثل لب شکری شدن بچه بشه و هیچکس این نمیخواد که بچهش و جیگرگوشش دچار مریضی بشه بعد به دنیا بیاد. چرا میگم فشار خونتون رو کنترل کنید؟ فشار خون توی بارداری به خودی خود ممکنه که بالاتر بره. اگه شما فشار خون داشته باشین و کنترل نشده باشه و تحت نظر دکتر نباشین، ممکنه همینجوری بی‌رویه‌اش مثلا منجر به زایمان زودرستتون بشه. من یکی از دوستام همینجوری فقط به خاطر اینکه فشار خون گرفت، فشار خون نداشت، فقط به خاطر اینکه قبل از بارداریش اضافه وزن خیلی زیادی داشت، توی بارداری دچار فشار خون خیلی شدیدی شد و خیلی سریع بردنش بیمارستان و سزارین کردن، بچه رو آوردن بیرون چون نمیتونست بچه بیشتر از اون بمونه توی بدن مادر، که اگه میمون هم باعث خدای نکرده فوت هم بچه هم به مادر منجر میشد. نکته بعدی فیبروم، اونم خیلی مهمه که درمان بکنید یا اینکه کنترلش بکنید، چون فیبروم توی بارداری رو هیچ کارش نمیتونن بکنن، هیچ کاریش نمیکنن. اگه توی بدنتون باشه، داخل رحمتون باشه، اگه باید عمل بشه نمیتونن بهش دست بزنن. اگه باید دارویی مصرف کنید هم نمیتونید داروی اضافه مصرف کنید، ممکنه روی بچه تاثیر بذاره و شما یه بارداری فوق العاده دردناکی رو خواهید داشت که ممکنه یا به باعث بشه بارداریتون همون اوایل چیز بشه، تموم بشه و واسه سقط جنین بشه، یا اینکه کل بارداری دچار دردهای خیلی شدیدی که هیچ کاری نمیتونید بکنید، حتی مسکن هم نمیتونید براش بخورین اتفاق بیفته براتون. دوباره علیرغم آمادگی جسمی، من خیلی بهتون پیشنهاد میکنم که حتما باشگاه برید. اگه اضافه وزن دارین حتما کم کنید. بارداری همینجوری بهتون اضافه وزن میده، همینجوری احساس نارضایتی بعد از اینکه بچه به دنیا میاد، احساس نارضایتی از بدنتون شما خواهید داشت. حالا فکر بکنید یه 10 کیلو 15 کیلو اضافه تر هم داشته باشی، اون شکمتون ممکنه بیفته، بهش میگن مامی پورچ. زیبایی صورتتون از دست میدید، زیبایی بدنتون از دست میدید. خیلی مهمه که اضافه وزنتون رو قبل از بارداری بیارید پایین. روی عضلات شکمتون کار کنید، روی عضلات دستتون، لگنتون حتما کار بکنید. توی بارداری تنها چیزی که به درد شما میخوره عضلاتتون هستش. تنها چیزی که بچه رو سیف نگه میداره، توی امن نگه میداره و شما راحت میتونید زایم بکنید، عضلات شکم و لگنتون هستش. شما اگه روی انعطاف پذیری بدنتون کار نکنین، زایمانتون سخت‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. اگه روی باشگاه نرفته باشین و روی تنفستون کار نکرده باشین، شما میتونید حتی یوگا هم بکنید. یوگا خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه اگه توانش دارین و شرایطش دارین. ببخشید ببخشید من مادرم دیگه وسطش به دخترم هم نام نامی میدم بعد میام وسط بحث جدی. درباره موبیلیتی هم صحبت کردم، حتما روی انعطاف پذیریتون کار بکنین. ماهای آخر یکی از مشکلات خیلی جدی که مامانا دارن تنفس و نفس کشیدن خیلی سخت میشه. اگه شما ورزش نکرده باشه و نحوه درست نفس کشیدن رو ندونین، ممکنه ماه سختی براتون بشه، چون صورتتون باد میکنه، بدنتون باد میکنه، نفس کشیدن براتون سخت میشه، بچه داره بزرگتر میشه و این هم یکی از مشکلات دیگه‌شه. پس روی اینا کار بکنید، روی بیماری ها رو درمان بکنید و بدن خودتون رو قوی بکنید. دومین و مهمترین چیزی که به نظر من
هستش آمادگی ذهنی. به نظر من قبل از اینکه باردار بشین یه تراپیست پیدا بکنین برای خودتون. بارداری با هورموناتون خیلی بازی میکنه، بالا میره پایین میاد. بعد از اینکه بچه به دنیا میاد یه هورمون کرش خیلی شدیدی رو تجربه میکنه که اونم باعث خودش افسردگی ممکنه ادامه داری باشه. برای بعضی ممکنه برگرده، ولی برای بیشتریا اینکه افسردگی پس از زایمان طولانی رو داشته باشن و تجربه کنن خیلی بیشتره. پس شما از قبلش این کارو بکنید. توی دوران بارداری انقدر اتفاقای مختلف براتون میفته از لحاظ هورمونی و داخل بدنتون در حال تغییر و تحول هستین که مغزتون هم توانایی صبر و حوصله مثل قبل رو نداره. هورموناتون خیلی روی صبوریتون تاثیر میذاره، خیلی روی اخلاقتون تاثیر میذاره. اگه شما آگاهانه و با کمک گرفتن از یه تراپیست اونو جلو نرین خیلی اذیت میشین، چون حاملگی به نظر من یه قسمت‌های بیشتری از تراماها و ترس‌ها و اتفاقای گذشته‌تون رو بالا میاره براتون. چرا بالا میاره؟ چون ممکنه شما چیزایی رو که قبلا برای اینکه تجربهش نکنید فرار کرده باشین ازش، بهتون فرصت میده تا دوباره برگردین و بهش نگاه کنین و خیلی شدیدتر تجربهش کنین. مثلا من موقعی که مهاجرت کردم، من دوبار مهاجرت کردم، اوایلش خیلی احساس تنهایی بدی خیلی داشتم، افسردگی شدیدی که تلاش میکردم با کار کردن، درس خوندن جلوشو سرپوش بذارم، جلوشو بگیرم. ولی توی تایم بارداری این باعث شد تا من دوباره همونا رو تجربه بکنم. ولی خب خدا رو شکر من توی بارداری اوایل بارداری یه تراپیست پیدا کردم که کمکم کرد، خیلی کمکم کرد. من میتونم به جرئت بگم اگه تراپیستم نبود من نمیتونستم راحت دوران بارداریمو رو رد بکنم و حتی زایمانم هم ممکن بود خیلی وحشتناک‌تر بشه، چون من آدمیم که یکی از وحشتناک‌ترین چیزایی که میتونستم بهش فکر کنم و هر کی میگفت از چی میترسی میگفتم زایمان. گفتم زایمان وحشتناک‌ترین چیز ممکنه. یا مثلا قبلا تو خاطرم اینجوری بود که فکر می‌کردم اگه من زایمان کنم میمیرم، شب کابوس می‌دیدم با اینکه مجرد بودم، ولی فکر کردم به زایمان یعنی انقدر واسه من وحشتناک. ولی من با این ترسه با کمک یه تراپیست خیلی خوب از پسش برآمدم. برای شما هم خیلی پیشنهاد می‌کنم که حتما یه تراپیست خیلی خوب پیدا کنید برای خودتون، خیلی کمک می‌کنه. و اصلی ترین و از همه چیز مهمتر یعنی اینه که بدونید چرا میخواین بچه بیارید. یعنی اولین چیزی که من میگم قبل از آمادگی برای جسمی و روحی و هر چیزی، پیدا کردن دلیل برای چی بچه میخواین. بچه میخواین چون میخواین همسرتون رو یا شریک عاطفیتون تحت تاثیر قرار بدین، یا میخواین که همسرتون شریک عاطفیتون بیاد با شما ازدواج کنه به خاطر بچه، یا که مشکل دارید میخواین مشکلات رو با بچه سرپوش بذارید، یا که مثلا خانواده، حالا نه فقط همسر، خانواده خودتون، خانواده همسرتون یا فقط فامیل یا هر کسی دیگه میاد یه حرف اضافه مفتی بهتون میزنه و شما به خاطر اون حرف میخواین بچه دار بشین. به خاطر چی میخواین بچه دار بشین؟ اگه به خاطر هر کدوم از این دلایلی بود که من بهتون گفتم، خواهش میکنم بچه نیارین. هیچ کدومش رو درست نمیکنه. مردم حرف مفتشون رو همچنان میزنن. همسرتون ممکن اخلاقش بدتر بشه چون تمام توجه و صبر و حوصله شما بر بچه میره. شما اگه با همسرتون به یه نقطه‌ای نرسیده باشین که یا شرایطتون جوری نبوده باشه که چجوری بهتون بگم بتونید راحت با همسرتون صحبت بکنین، یه مشکلی پیش میاد نتونید راحت باهاش حرف بزنین، درک اینو نداشته باشه همسرتون که بتونه روزای اول بارداری، روزای اول زایمان، بچه‌داری و بعد از بچه‌داری چون ممکنه خونه به هم بریزه، شما به هم بریزین، سر وضعیتون خراب بشه، وقت واسه هم دیگه نداشته باشین، جفتتون فقط تلاش داشته باشین که بچه رو زنده نگه دارین، بفهمین که چی نیاز داره چی نیاز نداره. در کنار اینو اگه شما یه همسری داشته باشین که اصلا به حرف شما گوش نده، اونم اونقدر درکی نداشته باشه، یا که انقدر مشکلاتتون زیاد باشه که همین الان قبل از بچه دار شدن فکر کنید که تا 5 سال آینده اصلا نمیتونید کنار بیاین با هم، بچه آوردن اشتباه محضه. تو اینجا موارد من بهتون پیشنهاد میکنم تا موقعی که به اون درجه نرسیدید که مثلا بگید من با این آدم تا آخر عمرم میخوام زندگی کنم، حالا بچه هم میخوام بیارم، میخوام که مثلا زندگیمون بهتر بشه، نه به خاطر اینکه مشکلاتمون رفع بشه. به اون حدی رسیدید که میتونید با همسرتون راحت حرف بزنین از همه چی، اون موقع به نظرم بچه بیارید. اینو شرایط ایدئالشه. بعضی موقع چون بعد از بارداری، بعد از زایمان مشکلات شما 1000 برابر میشه. اینا خیلی مهمه که بهش فکر کنید. نکته بعدی شرایط اقتصادیه.
با این فکر که خدا بچه بیاد خدا روزیشو میده، بچه نیارین، هزینه هاتون 1000 برابر بیشتر میشه. هزینه پوشک، دستمال مرطوب، یک عالمه لباس تا 2 سالگی باید براش بخرید، شامپو، کرم بدن، کالسکه، صندلی ماشین، همه چی لازم داره. انگاری که یک آدم جدیدی رو به دنیا میارین که هیچ چیزی نداره از خودش، انگاری که از توی غار اومده بیرون و شما باید بهش حرف زدن یاد بدین، چجوری با این دنیا ارتباط برقرار کنه بهش یاد بدین، همه چیزی براش بخرین، شرایط زندگی رو براش فراهم کنین، بهش یاد بدین که چیکار بکنه و تمام اینا نیازمند یک انرژی و علاقه و پول خوبیه. آره خیلی هستن تو این دنیا که مثلا بچه‌هاشون مثلا بچه آوردن، با دست خالی بچه آوردن، ولی مشکلایی که اون بچه‌ها باش دیل کردن و مادره انقدر قصه خورده، فکر میکنم هیچ بچه‌ای یا هیچ مادری نمیخواد که اونا تجربه بشه. به نظر من تا به حد قابل قبول در نظر خودتون اگه نرسیدین بچه نیارین، ولی اگه تا یه حدی هست میدونین ماهیانه یه مقداری میاد، توانایی پتانسیال یه کاری رو دارین که بخواین انجام بدین، درآمدتون قرار بهتر بشه، زندگی رو روال خوبی دارین، حتما بیارید که نه. و همین، اینا چیزایی بود که من توی 3 سال گذشته همش به خودم فکر می‌کردم، گفتم کاش یه نفر قبل واردی به من اینا رو میگفت، من این همه تایم طول نمی‌کشید تا بفهممشون. ولی خب من اینجام، اینا رو دارم بهتون میگم، امیدوارم که به دردتون بخوره. اگه بخوام یه رپاپ خیلی کلی بکنم، دکتر پیدا کنید، بدنتون رو اگه بیماری دارید درمان بکنید، بدنتون رو تقویت بکنید با هر ورزشی که میتونید، آمادگی ذهنی داشته باشید، یه تراپیست پیدا کنید برای خودتون. اگه رابطه شما با شریک عاطفیتون نیاز به ترمیم یا کار کردن روش داره، حتما روش کار بکنید. و همینطور اگه نمیدونید که چرا میخواین بچه دار بشین، تا پیدا کردن دلیلش به نظرم صبر کنید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین، به هم گوش دادین، واقعا برام ارزشمنده. و اینکه اگه سوالی چیزی داشتین حتما بپرسین، تلاش میکنم که جوابشو بدم. مرسی از لایک و سابسکرایبی که انجام میدین. و تو آخر این ویدیو هم میخوام دوباره بگم که نایلا جان مامان، این سری ویدیو برای توه، امیدوارم وقتی بزرگ شدی به درد بخوره و اگه تا موقع تکنولوژی اونقدر پیشرفت نکرده باشه.